با مقصد اجرای دستور سفارش‌های راهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان و در دایره برگزاری فستیوال، نمایش، عید و آزمون‌های عنعنه و هنرهای مردمی در جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2019-2021 در باغ کوروش کبیر فستیوال یخماس و آب‌های تشنه‌شکن دایر گردید که در آن یک قطار کارخانه‌های استحصالی یخماس و آب‌های شفابخش از ولایت‌های سوغد و ختلان، ولایت بدخشان، ناحیه‌های تابع جمهوری و شهر دوشنبه نوع‌های گوناگون محصولات استحصال نموده خود را پیشنهاد ساکنان و مهمانان پایتخت نمودند. مهمانان و ساکنان پایتخت در فستیوال امکان پیدا کردند که از یخماس‌های دوست‌داشته خود و آب‌های شفابخش کشور استعمال نمایند. مقصد از برگزاری چاره‌بینی مذکور اگر از یک جانب معرفی محصولات داخلی و جلب سیاحان باشد، از جانب دیگر امکان فراهم می‌آورد که استحصال خودی افزایش داده شده رقابت‌پذیر بودن خود را در برابر محصولاتی که از خارج وارد می‌گردد نمایش دهند. در آینده کوشش به خرج می‌دهیم که محصولات بهتر، محصولات خوبتر برای هموطنان، برای وطن خود استحصال نماییم. استحصال کنندگان وطنی به این فستیوال بهترین محصولات خود را پیشنهاد نمودند. ساکنان و مهمانان پایتخت با خوشحالی از این فستیوال جالب دیدن نموده با خریداری از این محصولات خود و فرزندانشان لذت بردند. در دایره این چاره‌بینی همچنین آزمون بهترین ها برگزار گردید که هیئت حکمان به آنها مقام معین گردیده را وابسته به فعالیت، صفت محصولات و سرخریدار بودن آنها تقدیم نمودند. در آخر به غالبان آزمون سرتیفیکات و تحفه‌های خاطره‌ای سپرده شد.